من 3 تا زنجیرم رو زدم، برگردوندم و 5 تا دونه پایه بلند زدم. اینجا دوباره همون طرح رو میخوایم اجرا کنیم. یه دونه زنجیره و پایه بعدیم رو اینجا میبافم. الان دوباره باید 5 تا پایه بلند ببافم. ببینید روی همین بافتم، یعنی اون فاصله‌ای که رج قبل بود بافت انجام دادم و الان یه دونه دیگه که پایه بلند ببافم، اینجا باز باید طرحم رو بندازم. یه دونه زنجیره و توی این پایه بافتم رو انجام میدم. پس فاصله ها باید ما بین همدیگه بیفتن، حالت آجرچینی. ببینین یکی فاصلمون اینجاست، یه دونه فاصله دیگه‌مون اینجاست. شاید چون رنگ کانوای من چیز هست، یه خورده تیره است، زیاد مشخص نباشه، ولی ببینید حتی میتونین اینجا این کار رو انجام بدین. به جای اینکه روی این پایه ببافید، داخل پایه ببافید. ببینید داخل این پایه که ببافین، این پایه خودش رو میکشه و بهتر مشخص میشه. ببینید پس داخل پایه ببافید. 3 تا 4 و 5 یه دونه زنجیره و اینجا بافتم رو انجام میدم که اینجا دیگه باید عوضمانم رو ببافم. ببینید 2 تا پایه بلند، 2 تا زنجیره و باز 2 تا پایه بلند. ببینید اگر اینکه میخواین این فاصله زیاد نشه، به جای این 2 تا زنجیره یه دونه زنجیره بزنین، خیلی تفاوتی نداره. ولی اگر میخواین که حالا یک کم این فاصله کمتر باشه و بسته تر باشه، اگر اینکه دوست دارین به همین شکل باشه که بیشتر به این مدل میاد، چون خودش یه فاصله هایی رو داره، یعنی داره که این قسمت ها حالت سوراخ میفته، اینها بیشتر مشخص میشه، پس به مدلمون این بیشتر میاد. خب 5 تا پایه بلند دیگه میبافیم. 1 2 3 4 و 5. ببینین الان من اینجا با این 5 تایی که بافتم رسیدم به خود این قسمت فاصلمون، اون سوراخی که رج قبل انداختیم و من نمیخوام که دقیقا اینجا باشه. پس داخل پایم رو میبافم، پایه بعدیم رو هم میبافم، یه دونه زنجیره میزنم و بعد اون فاصله رو ایجاد میکنم. ببینید به این شکل. حالا میتونم 5 تا پایه ببافم، دوباره اون فاصله رو ایجاد کنم به این شکل. حالا با کم و زیاد کردن این دونه های ما بین این 2 تا فاصله، میتونین فاصله ها رو حالت آجرچینی یا ما بین 2 تا فاصله رج قبل بندازین. پس دیگه این مدل به همین شکل ادامه پیدا میکنه تا بلندی حلقه آستین، که من یک مقدار این رو میبافم و بعد میام قسمت بلندی حلقه آستین رو یعنی بس کردن آستین رو بهتون توضیح میدم
و یک مقدارم بعدش میبافیم و بعدش موتیفی که قراره به این بالاتانه وصل بشه.